ریاست کارهای داخلی شهر دوشنبه روز 19 فوریه سال 2024 از حبس باز یک بلاگر جوان برای نشر مواد غیر اخلاقی خبر داد. حبیب الله همتزاده معروف با تخلص چرکسویل که در صفحه‌اش در اینستاگرام 34,000 ابونچی دارد، در روزهای آخر اینک دومین بلاگر است که با چنین جرم محکوم به حبس می شود. خود این بلاگر یا نزدیکانش برای شرح قضیه دسترس نیستند، ولی میلیسای پایتخت تاجیکستان نوشته است که نوابسته از تاکیدهای همیشگی جهت رعایت آداب استفاده شبکه‌های اجتماعی و پهن نکردن نوارهای غیر اخلاقی و پس کننده شأن و شرف انسانی، متاسفانه باز هم هستند نفرانی که به تکرار چنین عملها دست میزنند. از جمله از جانب کارمندان میلیسای پایتخت شهروند همتزاده حبیب الله سال تولدش 2002 استقامت کننده شهر دوشنبه برای پهن کردن چنین نوارها دستگیر کرده شد. بنا به اطلاع میلیسیا ضمن سنجش معین گردید که نامبرده منتظم طریق شبکه‌های اجتماعی به پهن نمودن نوارهای دارای الفاظ قبیح و پس زدن طلبات قرار و قانون‌های کشور مشغول است. گرچند نامبرده قبلا برای چنین کردارهای غیر اخلاقی به جوابگری مأموری جلب گردیده باشد هم، ولی عمل و رفتار خود را اصلاح نکرده است. وابسته به حالت مذکور نسبت به همتزاده حبیب الله طبق طلبات ماده 479 کودش قوانین‌کنی مأموری جمهوری تاجیکستان برای اطاعت نکردن به طلبات قانونی کارمندان میلیسیا پروتکل مأموری ترتیب داده شده، نسبتش از جانب دادگاه جزا در نمود حبس مأموری به مدت 7 شبانه روز تعیین کرده شد.